امشب شب شادی و عینابندانه، شیرین دهنت شو پسته خندانه، جوش هستی گل خینه بهارانی امید، امشب شب وصل آرزومندانه. مبارک مبارک پسر من مبارک، مبارک مبارک پسر من مبارک. بیا برویم از این ولایت ما و تو دست مرا بگیر و من دامن تو، جای برویم که هر دو بیمار شد، تو از غم بی کسی و من از غم تو. مبارک 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 ای پسر من مبارک، ای دمی صد خدای پاک به من پسر میده. چشمان خود به ناز میگردانی، ما را ز سر بریده میترسانی. ما گرزی سر گیلا گیلا تبریک باشه دیگه. سکو خدا خیلی خیلی لا اله شکر خدایا. همین یک دختر مقبول پریزادی و تو نداده خدا جو. دختریه؟ همین دختر مقبولیه. اله شکر اله شکر اله شکر ای خدا. این 5 تا نام خدا بیش یک 5 تا دختر خدا به ما داده. خب گپ بزن که بیا بردم من شفاخونه. مادر خونه من تو دخترک تو بردن. کی برده؟ خالمه. به کجا برد دختر من؟ به خونه خو بردگه. چرا؟ ما چون مادر گفت این نام آورد تو برک. مادر بد که میگه نمایم نه. تو بری گوشی خو. من خودم خوشی خو گفتی. کی گفت مادر نمایم نه؟ ما چون دیگه خوشی خو زنگ زد، خوشی خو بپرس اکسک چی میگه. مادر گفته؟ تو بیار شماره خاله مر بیار. خاله خود زنگ زدم به خوشی خو. به خوشی خو. بیاره. خوشی تو نه. خوشی من داده به خاله من یا مادر یا زن من؟ زن شما دیگه. الو سلام علیکم زن کاکا، خوب این خیریته؟ سلامت باشین، زنده باشیم. به شما هم تبریک باشه زن کاکا. چرا شما دختر من بدادین به خاله ما دادین؟ کی گفته بده؟ زبیده بد کرده، اگه گناهم داره مریضم هسته. زبیده اشتباه کرده، گپ میزنه زبیده. پیشینیم شما بدین گوشی. نه خاله زن کاکا جو خوشو جو سعی کنیم شما نگیم که چه کار فلانم باشه. قربان نام خدا شم، خدای پاک به ما داده دختر. من ناشکری میشه اگه من دختر بزنگی که بودم مادرش توی کاری کرده. زن کاکا شما کن میفهم خدا با خدا بده به گره تو بدید اولاد خود بدید به من تو بدید. این کار کی گفته این کار میکنه شما؟ نه دختر قربان 50 تا دختر باشه با ما خدا داده. بدین گوشی. الو زبیده چی عدو رختو به من میگی تبریک باشه؟ چی تبریک باشه؟ به تو کی گفت تو دختر من بده به خالمه؟ وعده که ببینید سایکو تو ناجور هم هستی دل ما نمایی که من تو رو دویدم قبل زنم من همیته درجا دویده خوشوم رای میکنی مادر خود رای کنن که همیته درجا رای میکنی دختر اگمر بستانو بیاره. تو چی کرداری که تو دختر 4 تا دختر داری؟ تو چی کرداری خدا داده چرا ناشکری میکنی؟
اگه قرار باشه یکی بگم دختر ما یکی بگم پسر، خدای پاک همونا رو از ما میگیره. تا بعد 10 دقیقه دیگه دختر ببین تمام سرال به سر خوی خالق میزنم، کل گلم از سرم مادر داره، مادر این کارو میکنه، ایشته گولا مادر دیگه دختر رو چی گردش دیگه میداده. آنه به زنگ میزنم خالقو. خدا حافظ. سکو میبدانه چیزی هم بستونه خاطر بیامدم باغچه. آنم عباس صدای میکنم تو کیله و مالته و سیبتی چیزی هم بستونه. مالته نمیستونم، کیله و سیب اینا میستونم، اینا رو واکنیم جا که برداره واکنیم بخورم. دختر من دویده زنگ میزنی که خوشومه بیارم یا خاله ما بگو که بیارم. خدا حافظ. حسامه خراب نکن. خدا حافظ. عباس بگیر برو رو من تو یک کار که خوب برو به سرا پول بست پول پیش لباسا کار منه. برو به سرا برو کم میوه دانه سه کوچی مایم بست و در جا میری به سرا خالی خوا. بفهمیدی؟ من خیلی گفتم نه ببر در دختر. اشتباه کرده خالی من. برو بخی بیارم دختر تو. ها بیار به سرا. تو نیاری. خوبه. تو نیاری به دست خالی خوب بده. خب خاله 100 تا اولاد خدا با ما بده، دختر بده مایم من. امشب چه شبه شب مراد است، امشب تا خانه حبت شم و چراغ است. امشب بادا بادا مبارک بادا، انشالله مبارک بادا. بادا بادا مبارک بادا، انشالله مبارک بادا. گل در اومد از خونه، سنبل در آمد از خانه. گل در آمد از خانه، سنبل در آمد از خانه. بادا بادا مبارک بادا، انشالله مبارک. جازن خیریته؟ از خیریت دیره. چی خیریته؟ چه کاره؟ چرا گریه میکنی؟ توی دختره بیاورده به سرال مادر شما، خودی عباس بیامد رو بردش ببو. چرا ببره؟ من چی خبر دارم؟ اشته گپ زده بودیم خودی از اینو. خود زن تو که همون شیشته بودی که همون زمانه که همون خانم گیلک همین کلمه گپ گفته که برای خود تو همین گپ گفت. ما و شما هم خوانندگان شده بودین گفته ما در رمضان اگر خدا به اولادی دار که دختر میدم برای تو، اگر پسر میدم خود ما باشه دیگه. حالا که بیامدن خودی عباس بردش تمر بردن که پیاره خوش نیه نمیده به پیاری. خب اگه بردشتن بردن خب چرا پس اول بیاوردن که باز دوباره بیانم برای ببرن؟ چی خبر دارم؟ هر چی گفتم هر چی ازری کدوم پیش مادر شما که نبریم پیش عباس اینو کو پیاره گفتن نمیدم ما دختر خواهر رقمش بریم بیاریم. خود زن حالا تشویش نکنه، خیر باشه ما برم سعی کنم بلکه خود گیله گپ زنم سعی کنم یک راه چاره باشه که پسورد دارم بیارم. تو تشویش نکن. عباس گفت گیله خبر نداشته، کار خبر شده بیامد قول مقال کرده به تاثیر خود مادر شما قول مقال کرده بوده. گفته بریم هر رقمش بریم دختر من داریم بیاریم. وقتی بریم سعی کنیم بلکه یعنی بی اجازه گیله کار کرده بوده. میگه خبر نداشته، قول مقال کرده به تاثیر بیامد سر صدا کرده. اشتباهه این کار که اشتباهه، واقعا اشتباهه. نباید این کار بدون اجازه شوخی کار میکنه. تو باش که برو سعی کنم اگه امکانی باشه خود گیله گپ زنم بگم لالا راه داره خوبه. اگه نداره چی دیگه. چهار تا دختر داره. بابا از دخترک مه خوشلوچی شما وردش تنقره که دیگه خالمه بو بردم به سراخو. ها بو برده که والا من چون چرا تو دختر 4 تا دختر داری، ما عروس ما دختر نداره. عباس رای کدون گفت همیتا لنگک زده دویده میری که اگه بیامدم مثلا خالی خو همون سرای نه همه به سر کلی نمیده میکنم. یعنی پس بیاردن دختر تو؟ ها خب شد که بیاردن مثل 10 تا دختر داشته. ما چون دیگه اگه بیاوردم رای کدم عباس گفتم برو بود دستی و خاله ما بگو که بیاره. زنگ زدم خوشی ماما میته میگم خدا 100 تا دختر و پسر برای آدم بده اولاد آدمه. اگه ما ناشکری کنی که چرا دختر شده 5 تا، خدای پاک امکان داره که ما یک چیزی به من. سلام علیک. سلام چه خاله شما چه خاله خوبه؟ خیریه جان شما جور و بخیر سلامت جان جوره شیگه پای برار غریره چه خاله جان
این مادرک شما کار خوبی نکردن. چرا چیکار کردم مادرم برار؟ ما با این خاطر حالا بیارم پیش شما کمی گپ ما باید با شما بگم. خدا خیر بابا بیاین شما. بیاین. همین خانم تولالا جگر. بیاین یک دقیقه اینجا خود شما بشینیم با هفته و سرخ نباشید. بیاین بابا بیاین اینجا. بیاین بابا بیاین. بیاین بابا بیاین. ما به خاطر همین گپ بیام اومدم که حالا تو گفتی همین گله مستی از اون بکنی. من به خاطر همین گپ بیام اومدم. همین خانم تو آدم روز اول برای خانم ما بگفت که خدای پاک اگه برای من اولاد داد اگه دختر بود میدم برای تو میدم که تو دختر نداری. اگه پسر بود که از خود من برفته بودم سونوگرافی کردی بودن گفتن دختره. خانم مطمئن شد بیام 5 6 هزار روپیه از من پولستون برفت رختستون لباسستون هم مکمل هم تمام همون چیزایی که لازم اموراتی که لازم داره بستون برای از آماده کرده. اگر شما دل دادن نداشتین که بدین خود نمیگفتین که همون زن بیچاره میگذر روا سرمون نمیکرد آخر تاوسر نمیکرد. حالا به گریه و فرشونه که بیان پیش آوردن بیا زن پیش میگریه میکنه که بیا من دختر بردش پیش آوردم. بچه خاله جو سکو پیار منم اینجا شیشته هم با تو بگم که بفهمی. حالا من میته گپ میزنی خود من میته غرق شدم غرق رفتم کمی زن ما چرا ای اشتباه کرده که برفته از 6 ماه یا 2 سال یک ماه بعد یا پیش 20 روز پیشتر برای زن تو آدم گفته که من چون دختری اگه داشته باشم من 4 تا دیگه دارم من جمع کرده نمیتونم یا جمع میکنم دختر نمایم پسر نمایم. او اختیار اولاد خورداره که برای بفروشه یا مفته بده یا جمع نکنه. ها البته پیاری نیم. شما هسته من شما رو قبول دارم. میگو کدی آدم بده که اولاد خود بده کس بده؟ هیچ کس. انا اول خود من یک بچه 7 خوار دارم. اگر من به دنیا آمدم پیار من دیگه خورم آرام میداد به مردم میداد. خیر بینی. مت که 100 تا اولاد داره. چه کنین کوکو جان؟ بچه خاله. مگه به چیش گروینی نداره؟ پیار من گپ میزنم بچه خاله جو. ما مردم که صاحب روزی نمیشیم، ما مردم که امیت بر شکست شدیم، ما مردمی که خدای پاک امیت بدبختی به سر ما کرده. بفهمیدی به تموس سرخ میبینی سیل میآید خونار چپه کرده ان یک ما بیشتر. سیکو تو اینا هم دل دیانت مانه. اولاد میگیم ایتنه او اولاد ایتنه ایر نمایم اور مایم ای مچون چشمی کاجه او مچون کنده را میره او مچون گندیه او مقبولی نیه. اینا کار خدای پاکه. خدای پاک ما 10,000 با شکر کشین که ما انسان خلق کرده. چیری ما از آدمه. بیشک بچه خاله جان سعی کنه ما هدف دیگه ندارم. من که گفتم نام خدا شما 4 تا دختر داری. 100 تا داشته باشین. حالا اگه همین قول تو فکر میکنی بچه خاله جو سعی کن تو یک زج پیش ما ورز نکن حالا. چی خوش که پیج میدی؟ تو فکر کو صبر کو تو فکر کو من 50 تا اولاد مثلا میگم دارم. اونا پرتای دون. من نمیگم شما پرتای دون. فکر میکنی غیر خدا نمیشه. من قبول دارم گپ شما وزیر خو اصلا من کاملا عقیده خاصی دارم. من یک چیز بگم. مادر تو به من میگم مسئولیت بک خوشی ما هست که من می نواسه تو میبرم حساب. خو یک گپ بین هم دیگه از زنها گفته بودن دیگه. حالا همین عروس میبرم شوخ مسئولیت بکرده که من کارا میکنم. بابا گردنم بند با شاگا ندارم امروز عباس شیشه بودم طباقچه در خونه برفتم توقع چیز قلبه رو چیز بردارم بیام لیلونه و باغچه بیام آمدم عباس بیامده که تبریک باشه لالا سلامت باشیم. خاله ما ببردم دختر به خود خود. اینه دیونه شدی بیرون مادر تو. سعی کنین کوکو جان ما گپ شما قبول داریم. یعنی یک گپای بوده که اینا زنکا بین خود خوب همین گپا تحولا کرده بوده. اگه همین عروس همین گپ زده اشتباه کرده که همین گپ زده. شما دختر ما ما گفتم اگر والا ما به شما راه یاد دختر نمیدم. ما گفتم امیر شما 5 6 4 تا دختر داریم یکی پنجمی باز خدای پاک به شما لالا شما دختر ما 50 تا نواسه داد من نواسه خیال میدم میگم خدا به 50 تا نواسه داد من نواسه خیال میدم. من نگفتم شما یالا بدین بس بابا چوب کنین شما دختر ما گفتم اگه لطف خدا باشه شما اگر بریم یک جری به زمین خور بدیم بگیره بدیم زن کنی غلط کردگی. حواله که 2 زن خوبه 2 تا زن داشته باشیم خوبه. حداقل یک شو به زیارتیم یک شو به مسجد مفته خوبی. برین زن کنیم خدا به شما دختر میده. بابا برین که سر کنیم. بریم بچه خاله جان چای میخوریم. تو سردیل دارین. بچه خاله ترمز چای داره. آره چای میخوریم. بچه خاله حال سیاست اونجا گریه میکنه. من خدا از چی رقم کنم؟ خود کدو سیاست؟ خانم برو 1 4 تا اگه از من میفهمی 1 4 تا بوکس بزنم در دهنی بزی. بگو دهن خور مثل زنجیرک بری بدوزه. اولاد مردم نبره که بعده. ما خاص کو رسم و رواج داریم. اسم رسم داریم. دختر خود نمیفروشیم یا مفته میدیم به کسی.
خیر باشه بچه خاله خیر باشه اصلا خراب نکنه گناه همیز نکنه